در تالار گیمنازی رقم 1 شهر خوجند به نام رحیم جلیل جنبستی آزمون ولایتی انشای بهترین و رسمی بهترین در دایره محوره روزی جوانان تاجیکستان برگزار گردید. در جمع آمد سردار ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت، معاون سردار ریاستی اگنتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، اجرا کننده وظیفه سردار ریاستی معارفی ولایت و دیگر مسئولین شرکت ورزیده برگزاری این آزمون را مهم و سری وقتی ارزیابی نمودند. آزمون مذکور با ابتکار ریاستی اگنتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در همجایگی با ریاستی معارفی ولایت، ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت راه اندازی گردید. هدف از دایر نمودن این آزمون بیدار نمودن حس مسئولیت شناسی جوانان و بلند برداشتن معرفتی ضد کروپسیونی آنها میباشد. آزمون مذکور ثابت نمود که جوانان نسبت به این پدیده نامطلوب بی‌طرف نبوده، با افکار تازه خود و نوشتن فکر و اندیشه ها عاید به مقاومت با کروپسیا موقع خود را معین نموده، سد راهی همگونه پدیده‌های نامطلوب شدن را خواست تاکید نمودند. گفته شد که ماست جوانان نیروی سازنده پیشبرنده جامعه امروزه بوده، با فساد یعنی کروپسیا مبارزه بیامون میبرند. در رفته همایش غالبان و اشتراکچیان آزمون ولایتی انشای بهترین و رسمی بهترین در موضوع مقاومت با کروپسیا بین خوانندگان مؤسسه‌های ولایت جنبست گردیده، جایهای اول، دوم، سوم و جایهای افتخاری سزاوار افتخارنامه و تحفه‌های خاطری گردیدند. من شکرانه از آن دارم که در دولت آباد و زیبای با نام تاجیکستان عمر به سر میبرم. اگر پرسند از من چیست از جان و بدن بهتر، بگویم من وطن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتر. البته ما باید همیشه بر ضد کروپسیا باشیم. کروپسیا یکی از فسادهایی هست که دولت و ملت را خراب و ولنگار می سازد و همین محض باعث شد که من در این آزمون اشتراک ورزیده تصورات خود را عاید به این موضوع انشا نمایم و غالب این آزمون بگردم. من از خود همین رسم کشی را دوست می داشتم و همین موضوع را انتخاب کرده رسمی مقاومت با کروپسیا را تصویر کردم. توانستم که با کروپسیا مبارزه برم. برای بهاگذاری عادلانه و انتخاب حقیقی غالبان اعضای حکمان با مضمون و محتوای مواد پیشنهاد شده توجهی زیاد ظاهر نموده بهره دریافت بهترین ها سنجش عمیق گذراندند. همچنین بین رزمهای پیشنهاد شده نورسان تصویرهای تاثیربخش و واقعی نگاشته شده در آزمون سزاواری تحسین گردید. در نوبت خود اعضای حکمان به کار هر یک اشتراکچی موشکافانه بهاگذاری نمودند. هرچند که همه تصویرهای به آزمون وارد شده از جهت انتخاب موضوع جالب بود، اما موافق نظامنامه جایهای یکم، دوم و سوم معین شدند. چنانه یک نفر از اعضای حکمان ابراز داشت آزمون ثابت نمود که در حقیقت در بین نورسان استعدادها زیادند و این نشانی آن است که آیندگان ملت از جهت ذهنی و قوی ارادگی درست به وایه میرسند. زیاده از 150 تصویرهایی که وابسته به همین ظهورات نامطلوب جامعه که متاسفانه امروز در جامعه ما به نظر میرسد، تصویرها یک با ایجادیات نو، با یک نگاه نو روی کاغذ آورده شده بود که همین موضوع را 100% در بر می گرفت که با کمی مشکلی که چون رسم ها زیاد بودند ما بهترین ها را معین نمودیم و جایهای 1، 2، 3 و افتخاری را معین کردیم. در جریان همایش از جانب سردار ریاستی کار با جوانان و ورزشی ولایت برای فعالیت شایسته یک قطار کارمندان جوان ریاستی اگنتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با افتخارنامه و تحفه و قدردانی گردیدند. مقصد و برگزار نمودن این چاره‌بینی بیدار نمودن حس مسئولیت شناسی جوانان و بلند برداشتن معرفت ضد کروپسیونی آنها در روحیه رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها تربیت نمودن نسل نورز روانه کرده شد. معلوم است که کروپسیا در برابر دیگر خطرهای جهانی به یکی از مسائل گلوبالی تبدیل یافته، به روند اقتصادی و اجتماعی جامعه بخصوص به مفکوره انسانیت تاثیر منفی میرساند. در شرایط امروزه پیدا کردن کشورهای آزاد از عملهای کروپسیونی را تصور کردن ناممکن است. این پدیده نامطلوب خصوصیت عمومی بشری را کسب نموده است. کروپسیا یکی از نمودهای نوی تهدید جهانی به امنیت کشورها بوده، به رشد تمام سمت‌های دولتداری خلل وارد می‌سازد. فراموش نباید کرد که فساد یا خود کروپسیا به عنوان وبای عصر شناخته شده. در مبارزه با این ظهورات خطرناک باید همجای سهمگذار باشیم و برای برطرف کردن عملهای کروپسیونی تلاش ورزیم.